ویدیوی بمعنی یا گپای هوایی یا کارهای بمعنی باشه میلیون پراسموتر رو میگیره، ولی ویدیویی که در کاریان یا که یوتیوب میگیره اودالیت چون میکنه. اینا دو تا ویدیوی من شد یوتیوب گرفته اودالیت کرده. پدر نلاد امی یوتیوب هم دیوانه شده. فاصله دیوره من نمیدونی هر روز یک قانون چالش میکنه. این روز یک قانونی نام میبره، پگاه یک قانون دیگه خیل. ویدیو را گرفته اودالیت کرده. یوتیوب چند تا ویدیو را در کانال جالب غلطه بسیار مثال نروشنی کردیم. دا مثال اون مادری که صورت پاسپورت بچه‌ش نشون داده گه اون وای ممکن نبوده در یوتیوب پرفتم من گرفتم پرفتم با اینای برادری که پدرش میکوه سال 2003 گم شدگی ویدیوش پرفته بودم قریب 10,000 پراسموتر گرفته بود. این هم گرفته یوتیوب اودالیت کرده. نمیدونم این شخای بای شخرشو برای پاسپورت اودالیت کرده. این شه برای چی اودالیت کرده باشه؟ امی یا ویدیو بی‌معنی و دنگ و دیوانه برو یانگ واق میکنه. امی یوتیوب اودالیت نمیکنه و این چیزای در کوره میگیره اودالیت میکنه. ای پاد امی یوتیوب هم دامی کدام دیوانه شتگه دام گفتیو گپو گلاونیش. آت خودش ناقص میبینم چیزای دیوانه گیره پان کردن دا. اگر آدمی سوزی رزوم نی با عقل باشه کارو نمیکنه. پاد یو دام جایگون کس پیروود میکنه شونه میگه امی آدم گیر ویدیوش. علیکم برادرای عزیز. امی صورتی که در امی جماندگی علیف رحمان علی سال تولدش 1989 از ناحیه فیض‌آباد دهه لولگی میشود. از 6 نولیه 2025 جای میگه به نام نشان شده. خب در شهر یکاترینبورگ به درک شده. باید یادآور شویم که همین برادر کم هم باشد بیماری روحی دارد، یعنی سلامتیش قدر خوب نیست ولی در یکاترینبورگ قرار داشت. خب از شما خواهش داریم که در کجا دیده باشین و در کجا قرار داشتن شد دانین. التماس در همین رقمای ما زنگ زنید. این اسمسی همسر شای یعنی زنش نویسندگی همین چیزا رو من در روی کردگی باید یک گلوسوی دراز دیگر هم کرده اویلش مثال موی خواهر اولش در شبکه اینترنت نام پارتوی ما من صورتای همین بچه را در اینجا میمونم. خب به نهایت بسیار خواهش کردگی که همین بچه را برای یافتنش کمک کنیم. از برادرایی که در یکاترینبورگ قرار دارن التماس خواهش میکنم برای یافتن همین برادر کمک رسانین. همین ویدیو را پدیلیت سکنین، لایک مونین، کامنتار نویسونین، سخنای خوب و با تمام یار و دوستاتون روی کنین. علاوه خصوص مردم یکاترینبورگ ویدیو را دستگیری کنین، کویا تیتو پیتش کنین. همین بچه را در یگان جدا باشین، زن زنه همراه اویلش، همراه خانگی و همراه فرزنداش گپ زنه به نهایت تشویش شدگن. باید چیز دیگه نگفتنم اونم کدام نفرایی که میخوایم بیزنس داشته باشین، زمستان اومده بیکارن، جای کار ندارن، میخوایم بیزنس اختراع کنین، برای شما این همه شانس کلان شرکت زمزم عمره. همین برادر آفتابی برای این مثال لباسای حجی، تاقی، جای نماز، قرآن، تسبیح، الکترونی تسبیح و الکترونی قرآن مثال با این داروهای طبابتی سیادانه، روغن سیادانه، چیزی که عموما همین چیزی که میبینین ما سودا میکنیم در اینترنت. من اینا بابا جان 88 بابای لنگری مثال دیگه و دیگه بلاگرها سودا میکنن. همه همینا را همین شرکت زمزم عمره آفتابی میبیوره. همین من خودم لیش بی من خودم همین شرکت زمزم عمره خرید میکنم. طول 2-3 سال شد قدشان کار میکنم. با روی من همه همینا روی میکنن. شما را هم یگان سوم داشته باشه زنگ زنه نرخ ارزان قطعی بارتون روی میکنه. اینترنت دکشوین یا اینترنت مگزین در خانه شتگی کار کنین، کم سودا کنین. یا کسی یک کتاب قرآن میفروشه یا جای نماز یا تسبیح یا الکترون تسبیح یا اینکه یگان دوخیای خوشبو کننده حجی میفروشی هم یگان سوم در روش ببینی به خطا کار میکنی. هم ان شاء الله که با گفتیو گپو کار حلال ایوخی زنگ زنه شرکت زمزم عمره ده همراهش همکاری کنین. خواهیم ویدیو را دستگیری کنیم برادرو مایله. بعد نگاه کنیم برادرو کدام نفرایی که در شهر سنت پتربورگ قرار دارن با روی کردنی تاجیکستان اینجا رقمای تلفن شرکت تورنا اکسپرس میبرو 1 کیلوگرم بار 90 روبل بود. به خاطر ما اینا ما اگر که گپ زنین گفتی همون گپا 85 روبل میگیرن بارتون. اینا می شبکه اسماعیل تاجی گپ زنین ارزان میکنن و 5 روبل دیگه سکیت کم میکنن.